اینجا من کار میکردم، آموزگار بودم. من وطنم رو بسیار دوست میدارم. راستی گفت من نمیخواهم همون درسی من اینقدر چی نیست. من همین برای خبرگیری فرزندام رفتم و بگشته آمدم. وطن است. نه 10 ماه من درسی بودم. سال 2021 ماه ایول رفتم همونجا همچون پاور کار کردم. بعد خودنی همون سمبوسه پیرشگاهش یاد گرفتم. بعد 2 روز همچون پاور کار میکردم، 2 روز پیکر کار میکردم. خیر اگر زبانش دانید اگر وهایم بسیار خوش قبول میکند آدم. خلق تاجیک خلق زحمتکش است، کارگر است و ها بسیار دوست میدارد، حرمت میکند. من در دلم خودش همین کسب مهرش بود. عمکم آموزگار صنف‌های ابتدایی بودن. بسیار میخواستم که به مانند همه عمکم آموزگار شوم و در آینده در مؤسسه ها کار کنم، لیکن پدرم راضی نشدن و سال 1985 با همین شوهرم قاضی زیل‌الدین عائله برپا کردیم و صاحب 2 فرزند هستم. حالا صاحب 4 نبیره هستم. سال 2014 همراهی 22 نفر زنهای شهر اسفره ما رفته ادرس بافی آموخته آمدیم و من دارنده گرانت رئیس ولایت شدم همون سال با 10,000 سامانی. بعدی کورس ادرس بافی آموخته آمدنم رئیس ولایتی سوخت سفارش دادن که تا که به من درس تعلیم مهنت کسب و هنر را از یگان مؤسسه تأمین نمایم و به من به خوانندگان همین کسب ادرس بافی را آموزانم. بعد از آن همون مهر در دلم جا بود که خودی در سن 49 سالگی من به کالج آموزگاری به نام میرزا ترسونزاده شهر کانبادان با دستگیری شوهرم قاضی زیلاف همونجا به داخل شده و خط نموندم. بعد از آن برای معلومات خودم را عالی کردن به فکولته فیلولوژی تاجیکی شهر خوجند به نام باباجان غفورов داخل شدم و سال 2022 دانشگاه را ختم کرده و در مؤسسه هم دانشجو بودم و هم کار میکردم. سال 2022 4 اپریل من همچون دیرکتور اینجا به تعیین شدم. بسیار صحنه مکتب خراب بود، همیشه باران میشد، کمتر لای و یگان خیلی پایافزال بچه ها حلال نمیموند. با دستگیری پدر و مادران همین صحنه مؤسسه به مبلغ 110,000 سامانی 2800 متر مربع همین مؤسسه سمنت پوش کردیم با طریق حشر. تریزه های این بنا تماما شکستگی و همین دری درآمدگاه هم پلاستیک کرده، تریزه های هم پلاستیک کرده، مکتب آباد کرده و در آینده باز هم میخواهم که با آبادتر سازه. مشکلی بود همین نارسایی کادر بود. من همین کادرهای همیشه جابجا کردم، همه فنها به آموزگارم میرسد. من همراهی افیسرها هم صحبت شده، گفتم که اگر عائلتون دیپلم داشته باشد و خواندگی باشد بیاید تا که من مؤسسه به کار بگیرم. بعد همین 6 نفر زنی افیسر همینجا به معلم صنف‌های ابتدایی، معلم زبان خارجی، آموزگار زبان روسی و زبان ادبیات تاجیک حاضر کار و فعالیت برده ایستادند. من این سال از خود همین مؤسسه ما 2 نفر دختر کالجی طبی به داخل شد، 1 نفر دختر فیلولوژی تاجیک به داخل شد و حالا در دانشگاه و کالج ها دخترها آموخته ایستادند. این هم بود که ما با پدر و مادران فهماندهی کردیم و پدر و مادران رضایت خود را برای خواندن دخترهایشان دادند و در آینده باز هم کوشش میکنیم که تا که بسیارتر همین دخترای دانشگاه ها به جلب نمایند. در دهه ما به فکرم 4,500 اهالی زندگانی میکند. اساسی کاری این دهه دهقانی، زراعتکاری، شالی، جواری مکه، کارتوشکا. 14 سوتق زمین کشاد با ما شالی میکاریم. هر سال شالی کاشته از وی حاصل جمع آوری میکنه، بسیار حاصل خوب میگیریم. من همون 13 سوتق ما قریب 25 لینگه بعضا وقت 30 لینگه زیادتر شالی میگیریم. باغ ما اینجا هست 20 بیغ زردالوی ابریکاس هست. وقتهای خالگی به غیر از درسیم روزهای استراحت آمده همون باغ به همراه شوهرم باغای نگاه و بین میکنیم، زیرش به کشت کار میکنیم. نوگاشم ازدواجم نه وقتی که شوهر با برو اومدم خانه شوهرم با اومدم
همین این طرفی کوچه خانه قرقیز، این طرفی کوچه خانه ما بود. همه رو پروی قرقیز زندگی میکنیم. حاضر هم همین خیل. پیش ما اکنون زندگانی میکردیم، همراه قرقیزا داد و گریفت داشتیم، رفت و آمد ما بود و هم خانه ما بود می آمد. همین خیلی همسایگری داشتیم. یا که همین چهارراه سویتفار اینجا ما یک نانوای خانه و تنوری سمبوسه داشتیم اونجا بود. قرقیزا از همونجا بسیارتر نان و سمبوسه ما میخریدن و انگور و شفتالو و خربوز و تربوز می آوردن، ما از وها خریداری میکردیم. همین خیلی رفت و آمد و داد و گرفت و خرید و فروش بود بین قرقیز و تاجیک. همینجا هم بعضی گویم که همون دخترایی که به طرف همون لالکسکی رایون میگوین همونجا به شوهر کرده رفته که بعد از همین مناقشه ها خانه پدر و مادرش با آمدش شیشته است، ان هواها انتظار که تا که سرحد گشاید و باز رفته عائله خودمون رو برپا کرده زندگی همون رو دوام دهیم. اکنون اساساً چی گویم آرزوی مردم ما همه آسایشتگی باشد، تنجی باشد، چون که جنگ خرابی میبیارد، قشاقی میبیارد. بسیار میخواهیم که ما هم همین سرحدا گشاده شود، رفت و آمد شود. اینها ما کتی همسایه کتی وقتی که چی مناسبتی خوب داشته که باشد البته تنجی آرامی میشود.